یکی در یوتیوب لایک کرده است کامرا هم داشته است که خب سوال تکنیکال تلاش میکنیم شما رزرو با خوب آدم یک دقیقه بستان عزیز بفرد امی در یوتیوب دیده ایستم بچه اگر ما در گفته حسابشون لایک میان یک کلاس مونیم از روی امکانیت تا یوتیوب دا زیاد طبقای تکنیکی هست خوب تمام بخشنده و مهربان یعنی سر میکنیم ویبینار امروزه چه فکر وعده کرده بودم یعنی که بهت جالب میشود بهت یک موضوع بهترین میشود که ما فهم میکنیم و شما در این ویبینار چی را میتونید یعنی در این حال در همین روی جهان کدام بیزنس و کدام موضوع اینترنتی وایشتید پاپولارنی آدم چی بیزنس رو میخوان چی کار کردن میخوان مثلا بسیار بچه هایش هستن که میخوان از خونه نبرآمده کار کنن پول کار کنن یعنی همه این کار میخوان ما هم که طرفدار همین هستیم که جوانای ما یاد بگیرن کار کنن مثلا ما هم یک سبب شویم یا راه اندازی کنیم که یعنی درباره این کار معلومات بگیرن یاد بگیرن خب از من پرزنتیشن را پیوست میکنم خب اما میتوا بار دارم رو ببینیم اکران تفتیسته خب دوستان عزیز یعنی در تلگرام اگر باید کنید از جمع چیزی که هست امکانه باشه اگر یوتیوب دارن در یوتیوب باز فرا فهماتر این هم مثلا مصرفه کردگین در اطلاع من رو جدا کردگین از بسید که یوتیوب ورده در تلگرام پارتنر اگر تعلیش شده باشه اون چی باز شده باشد می پارتنر سرکه مثلا در اینجا دروین یعنی در بیزان هم رفته ایستاده است در همه سکه کشتر بیزان هم کار میکند یعنی اینا کار میکند خب دوستان عزیز یعنی ما نام کردگیم تیمونه توجیکان سمارد یعنی توجیکان پیشرفته کشش میکنیم از روی امکانات از روی وزن و رسوی که هست در دنیا
برای تجربه برای تجربه یعنی خدمت رفتن خدمت کنیم که همین بیزنس زمانی را کم یاد بگیرم. خب یعنی بیزنس این نام دارد این پروژه ما یعنی بیزنس دیا ها در سال 2024 سه مینیمال نیزاترات یعنی خراجات کم میکنه با خراجات مینیمالی شما میتونید که واردی مثلا همین بیزنس رو شوید و شما یکان باید کرد و شما فایده کلان کرد مثلا که خچه جوانی مثلا هر یک سون هر یک تیم برای ما چی است پول است برای من برای خاطر یعنی مکان ترقی کرد. خب دوستان از اگر بتونن تلگرام و کسانی که هستن اگر امکانات شد از روی امکانات وریدی یوتیوب شاید در یوتیوب پرزنتاس افشو کار کرده است. چون نمیتونم کام طوری که سلام علیکم. خب بیزنس هایی که در سال 2024 راستی کمتر تکنولوژی عوض میکنه تدادید میکنه که امکانه جگرمی مشابه که باید میکنیم لطف دیگر خب دوستان عزیز یعنی در آن 2024 یعنی چه کار کردن میشه چه کار کردن میکنه. خب یعنی هست سه پوزیشن کی سه تیپی مثلا بیزنسی که در همه دنیا پاپولار میوه شده از خانه یعنی همه داره همه چی را دارن مثلا همه وزن یعنی می تلفنی دستی ما علاقه برای ما یک کامپیوتر کارمند شده است یعنی با استمیان کردن میشه برای این در کار نیست که حتما باید که کامپیوتر پروتکتور داشته باشیم اون چیزی که زمانهایی باشه که باید باشد اینا خطر لازم نیستن یعنی که مینیمال نیست افراد هم میتونیم که همین کار را کنیم با همین خاطر نگاه کنیم هست یکم SMM اسپیسیالیست درباره شهر میتون دیم هست دیزاین اینفوگرافیک میکرده یودن اینفوگرافیست و کانتنت منیجر مثلا هم وب ریداکتور و چی دارن پروموشن دارن یعنی SMM اسپیسیالیست چیکار میکنه آنالیز دیدن سلسله چون مثلا همین چیزی که فرض کردن یک کاری که هست با شما را رونق بدید بعد اون را پیش برید در اینستاگرام یا در تلگرام که در کدام پلتفرم اینا باشد یعنی همه استراتژی یا تارگت و همه چیز از ربات کم کنم از ربات میکنم از روی آنها مقصد کار میکنم از روی آنها کار میکنم خب دیم اینفوگرافیک یعنی امی در حوزه انیول در امی خدمات رسانی که ما نیاز داریم بسیار آدم میکنیم بسیار وای میکنیم یعنی با ما لازم میشوند آدمانی که اینفوگرافیک هم میکنن کارت هم میسازن همین چی را میکنن
و ما خیلی دام بینی هر لازم هستم ما اکجا میکه همه روزی باشم هم آشان میفهمم که این کارات چکل میکنن یعنی بیزنسوی که در سال 2024 بین و پاپولار هست. خب کانتنت منیجر چیکار میکنن؟ ویدیویی که مثلا میمونیم در اینترنت، در یوتیوب، در اینستاگرام، در کام پلتفرم که نباشد یعنی همین را کانتنت منیجر رو میکنن. وب رداکتور هم همین را یک کاماند داشته مثلا همین ادامه میکنیم. خب یعنی در همین کار برای چی من دارم کارا میکنم؟ یعنی نگاه کنید اگر از روی وب نگاه کنید من در اینجا وای کارگر هستم. فریلنس کتانی سایت است و فیور کتانی سایت است یعنی فریلنس کار میکنید از خانه نبرآمده مثلا در خانه تونید در جای کارتون شما میتونید یک کاماند که یک تیم شوید مثلا تیم تون خاطی هم میتونید کار کنید. این یگان قینی ندارد یگان وای ندارد آسانه. من خودم در همین پلتفرم سال 2021 یعنی در اینجا کار میکردم نگاه کنید учет независимо هست فیور یعنی کسایی که لیاقت صورت کار کردن ویدیو قطعی کار کردن دارن فلش انیماس یگان تکست می‌نویسن یگان همین کارا میکنن یعنی جهانی است این اپریلیونی وای نداره این جمعش از کس افریقا مثلا تایلند کیتو بسیار در اینجا شرکت‌های بوکمیکری برای آنها در کار است یعنی فلش انیماس برای آنها در کار است فلش استاد من کم تدابیر کنم همیشه در آوازو میستای آوازی ما بکنم وای میکنم نمانم تاکر خب یعنی در همین حالت ما وای کردگی هستیم شخصا ایره با چی خاطر ما پرزنتاسیا کردم برای جوانای حضوری که بسیار در فریبی هر شرکت ها می‌غلطن مثل بوزیو برماندگی است راکت توزیع دیگر پلتفرم‌هایی که در چیکار میکنن پول مصرف میکنن دیگر کاری که بی‌حقانه است یعنی خیال میکنن که یا بار 10 سامان میبره که 100 روبل میبره خیال میکنن تمام یعنی 1000 روبل که 10000 روبل باید دیگه یعنی در نظرش نمیتونه لیکن اتک همین ما در اینجا در گروه هم داریم جوانایی که بین یاد لیاقتشون در سوهای ویدیو مونتاژ دیگر کارها مقصد خوب هستند مثلا تلفن هم کارا میتونن نه یک باید اینترس دارن یک سری اینترس دارن که باید خوبیلی مثلا سری آدم اگر سکان کار کنه همون کارا نمیکنن و همین خاطر همین سایت نشان کسایی که امکانات دارن جوان هستن یعنی میتونید استفاده برام با غیر این در تلفن هم مصنفه کردگی پروگرام میده فیبر و فیل موبایل یعنی این دو پلتفرم دا مثلا ما هم کارا میکردیم یعنی برای همین بود داشت چی پروگرام که لازم بود قطعا کار قطعی همین زکازو را اجرا کردن یعنی که هست کپکات فیلمور بلند فیگما پیکستارت مثلا همین پروگرام ها هم اکثر میسازن میتونن مثلا دو آدمایی که مراجعت میکنن و یا یک آدمایی هستن که وقت ندارن برای این کارا کردن یا که نمیتونن مثلا $10 $5 $3 یعنی هر اون چیزی که هست در این پلتفرم میتونی زکاس هم میگیری درست مثلا میسوزی ابرازی چرمی میکنی باز در وای میمونی چون داره یعنی وای اول پلان نداده است نداده خودش روی علاقه در بالاش وای کم میمونه که مثلا استفاده نبره وقتی که قبول کرد مثلا شرطنامه که حل شد یعنی پلا با شما میگذارن آسانه یگان قینی ندارد یگان وای ندارد متاسفانه در فدراسیون ریاست تمام با وی پی ان کار میکند با داشتن شما شانوزا خارجی مرحمت چی سنده شانوزا گردم آوازو میستای استاد بله من آواز
حاضر بسیاری ها میپسند که مثلا همین آنلاین کار میکنیم همین ریسک ندارم مثلا اشتراک نمیکنم با بسیار کرونا میشن نه وقتی که شما آنلاین کار میکنین این مثلا منیجر شما در اونجا کار میکنین اینجا دست صفقه سوم نیست مثلا وقتی که شما حاضر آنلاین کار SMM چیک منیجر دیزاینر مثلا بسیار ترقی کرده بسیار همین منیجر دیزاینر مثلا زمان نیاز دارد بسیار بلاگرها SMM چیک دارد وقتی که شما دیزاینر کار میکنید شما یک کسی که تبر سال مثلا دیزاینر میکنید که 7 سلاید و هر سلاید رو شما مثلا 50 رو با کمش میکنید اینجا در ریسک مثلا نسون بلاجید میکنید که شما بسیار دنیا بلاگرها یا پس اینجا شما مثلا خیلی کارخونه برین کار میکنید این خیلی شما دارید باید ماشینسی بسیار شده و ماشینسی شده که شما در خونه شدگی در کامپیوتر میتونید دیزاینر در تلفن شدگی کار کنید مثلا دوزی برای همه جوانان پریمیر استودنت ها را مثلا زنکایی که در خانه شدگی هم زنکایی اون میچونه زیر کنده کنند پس ماشینسی سازه وقتی که مثلا کمتر شما را کامیشون سازه مثلا ایسا بسطان سازه شما میتونید که منیجر کار کنید وقتی که شما فینانس میتون ندارید باید اختانه لکنید بیزنسی اختانه مثلا این راهایی که پشت بیزنس شده شما تجربه میکنید شما بیزنس اختانه پسان بکشوید مثلا این فایده هاش داییه تشکر زیاد شما خب نیوک انسان عزیز از میریم درس یعنی در دوامش من نشان میدم یعنی قدم دیگر نایدی پخلیشی لسیگر رابط یعنی در اینجا چالی که در پیش قید کردم یعنی این پلتفرم تنها در فدراسیون روسیه کار میکنه یعنی بینید باز در خود فدراسیون روسیه یک چند بایو هست خیلی تلگرام خیلی سایت هایی که در اونجا یعنی بینید کدام نمود کارگر در شما با وظیفه مثلا چی میدروید یعنی چی کار میکنید یعنی که همه را بای میکنید بگو یعنی یک پلتفرم هست نام فریلنس و خبر یعنی همین خبر یک پلتفرم بهترین یمین وایرسی است که در اینجا یعنی طرزی درست کردنی چون خاراکتریستیک کننی کورکتان همه را میتونید در همین خبر برای خون یعنی بگیرید یک اوپن گرید یک بگیرید میتونید از خبر استفاده کنید فریلنسی که در این روسیه است در اینجا هم زکاس بینید یعنی که یک صورتی که ما زکاس میکنیم همین رو ما پاپو وقت کرده هستیم میخواستیم فهمیم که کدومش برای ما ادوب نیم کدومش برای ما یعنی صفت خوب کار میکنم ما همین خبر در اینجا اسپسیالیستو به حد خوب این هر اسپسیالیست پرایر کام میکنم که همون تجربه کاری داره و نداره میتونه کار کنه نمیتونه سیستم زداچه میتونه زداچه رو کردن میتونی بعد این شما دوست میتونی در این پلتفرم کار کنید هم ترور داره در اصل در اینجا بسیارتر پروگرامیست میکنم پروگرامیست از سوای پایتون از رابوچیک پایتون از رابوچیک و جاوا اسکریپت میکنم اینفوگرافی میکنم میهوزی چلی که میبینید همه اکتینا والدریز رو مالای سوده است مثلا این پلتفرم از اون والدریزی هم دیگه ادامو یعنی سو میتن برای وقتی وقتی که یعنی همون یک ساعت وقت میگیرن مثلا تصور کنید یک ساعت وقت چه شما یک ساعت وقتی کنه در همون ادامه میفروشید یعنی کمی صورتی همراهی که ما کار هم را بود میکنید برای وقتی وقت تصور میکنید یعنی ما اون وای میکنیم که یعنی ما وقت همه یک راست ما نفهمید نه برای که همین وقت درستار مصرف کنیم و همین خاطر ما زکات در این جمعه تیما خودمون در دوام یک ساعتی که او زکات یک ساعت بعضی وقت یک روز وقت هم میگیرم در بعضی زکاتو در جوی رفتم مثلا در یک کنتور یک یکان کارخانه یکان شهرنامه نو یکان کارهای نو میکنم یعنی این به نهایت کاری خوب است یعنی وقت اونا باید که قدر کنید اگر شما استفاده بوده بودنید که خودتان کار کرده کنید یعنی برای آدمایی که کار میکنن وقتی زیادتی دارن
میتونن در جد روماده کار کنن این پریویلیج چون نگیرن برای مثلا استودنت یا که اگون کارگر است یک سوم پول است یک سوم است مثلا یعنی با از غیر این نیست با عموما بگیم یک اوروینی دیگر است که در اینجا فعل رو است یعنی شام بین هر پلتفرم خوب است در اینجا مثال بلاگرها آفیزها مثلا ادین اکس بیت فری بیت دیگر کانتورایی که مثلا چی میگم ставка میکنی وایو میکنی یعنی همونجوری زکازون برام فلش وایو میکنی هر روز ابنای میکنن وایو پروگرامشون در دوری آنلاین پروگرام ها میسازن آن دیگریش که مثلا میبینید رنگ سیاه خطی فریلنسر این چه بگم گیگانت یعنی کلانترین پلتفرم است که در اینجا تصور میکنید شما یعنی که کمپانی آمازون فیسبوک دیتلویت ناسا آی بی ام ایرباس تسلا گوگل فوجیفیلم مثلا چی کمپانی که هست کوکاکولا یعنی میگذاریم قسم اوفیس هایی که دوالیپا و اسنوپ دوگ همه این اوفیس هایی که هستن در این پلتفرم چیکار میکنن زکات میکنن یعنی میدونن یگان زکات شنامی وان ضعیف‌کم میتونه که این ویدیو دارم مثلا کلیپ دارم یا چی دارم اگر شما اسپیشالیست درجه اولی باشید این جام امتحان سپرده وارد میشوید اگر شما این کارا کرده بتونید زکازو ایجا خیلی $10 $20 $100 یعنی که قطعی شما شرطنامه میکنن اگر کارشون با آنها موافق شد و شما مثلا $10,000 $5,000 $100,000 بازی باید میشه که هم خیلی زکازو میتونن از روی استاتیستیک میبینید به این پلتفرم کالون است این هم برای جوانو که مثلا همین کارهای فریلنسر یعنی چیزی که گفتم با تلفن همیشه بسیار کار کرده در اینه که اخوانشون در شاید با تلفن کار کردن نشه نه در دیگرش آزادانه با تلفن میتونن که کار کنید خب همین نشون دادم یک مسئله را برای درام رفتن یک مسئله را میگم که به نهایت همین چیزا ما ضرور میدونم برای همه داخل دارم مثلا نه تنها جوانان نه تنها کلانسالان یعنی این حیات داده این یک سخنی حیاتی است در حیات من اگر ما در یگان کار موفق شویم یعنی کوشش میکنیم مثلا میگیم که از خودمون میندار میشیم که یعنی ما خودمون کردیم این کارا یعنی من خودم موفق شدم از زور من خودم اون در اصل شاید که اون کس ما را یاردان داده اگر ما همون را مثلا یاد میکنیم مثلا فراموش میکنیم شاید کاری که همون در قدم اول ما که نشون داده بود همون کاری همون برای ما را به همین ترامپلین او رسون شاید که همون را دیگه چی میگن نظر ما نگیره این طرف موفقیت اگر شما تصور کنید اگر شما موفق نشید در زندگی کنم پرابلم مشاور مثل اگر کمبودی باشه موفق نشید بیزنسمن یا که اگر کارخانه در اگر چی دیگه اگر موفق نشید چیکار میکنید فقط آدم را میکنید که گناهکار است عیب فلانی شد که مرا مثلا فلان کار کردید فلان چی شده یعنی همه سالا یک روی داره که در وقت موفقیت ما از یادم کسی میاندور نمیشه وقتی که علاقه موفق نشیم مثلا در پرابلم‌های زندگی و در چی پشت خودیم بعد میکنیم مادر را گناهکار کردن مادر مرا مثلا زن دو طریقه یک پدر یا که دودار یا که اکر که شما مرا گرفت مثلا خیلی یعنی همین یک چیز ده ما در چیز لیسا میکنیم نیستیم این مسئله از نقطه نظر ما برادرها فکر میکنم که درسته باید که ما همه وقت باید کوشش کنیم یعنی اون کار در موفق که نشدیم یعنی این امتحان خداوند چی کار میکنه الله مهربان یک باید داره که یعنی وقتی بنده را امتحان میکنه فرض کردیم یکون پرابلم یا غم یا کمبودی در بیزنس یکون حالتهای را مثلا بسر بار میکنه که میدونه که همه آدم همسه قوت داره یعنی بچه این همون چی پرابلم میتونه الله مهربان چی کاری میشه در زندگی ما یعنی خداوند همه را میدونه که ما آسوده این چیز میبینیم بچه این قوام میتونه پرابلم رو به همین خاطر در اون چی رو افتاده نشون دوستان عزیز مثلا زیر نشین فقط کار کردن در کار حرکت کردن در کار پیش رفتن در کار
خب یعنی اینجا در چیز پلتفرمی که در همین روسیه تماما دیگر کار میکنم اینو کارش تماما دیگر مثلا رنگی کارگر میگیرن یعنی نانیمت میکنن شما را که مثلا کننده جامعه دالون کارها هست کسای پروگرامیست مثلا разработчика бэкэнд месоза مثلا бэкап میکنه و سرور نصرف میکنه دالون مثلا دومین کنترل دیگر کارها میکنه از نظر پروگرامیستی در اینجا بین کار بسیار است مثلا تخیرو و فریلانس بیتکوین یعنی همه دو پلتفرم یک مومنت است که استاتیستیکا را میبره که در کدام ساحه چقدر کارگر در کاره در کدام ساحه مثلا چند تا زکات زیاد مثلا در مورد زکات هیچ کس نگرفته است مثلا بیان میکنه اینجا با مانندی چقدر مهم پلتفرمایی که نشان دادم با مانند اینستاگرام و یوتیوب و دیگر پلتفرم‌ها یعنی چیکار که آدز میگیری اگر 3-4 تا آدز خوب گرفتی علاقه زکات باریدن میگیره شخصا من خودم در فیبر وقتی کار میکردم سال 2021 مثلا کار میکردم در روز 3 یا 4 زکات اجرا میکردیم 3 یا 4 زکات مثلا اجرا میکردیم زکات بود که $3 میده مثلا $3 همین چیز یک صورت قطعی صورت نگاه بالا بود مثلا ما در یکی لاگاتیپ مثلا در میره قطعی فعلی که ما یعنی ما همین زکات پاس میگرفتیم کار میکردیم $3 $10 $5 $8 یعنی همین پولی بسیاری گرفتیم برای زکات یعنی $24 بود در تصور کنید یعنی 3 زکات اگر $8 چند میشه تصور کنید اگر در شرایطی که حوزی هست یعنی این پول برای تو فکر میکنم که بسنده است یعنی $24 میشه $30 میشه $50 میشه در اگر کار کنید باور کنید برای آینده شما بینویت خوب میشه خب در خیرو در همین دوام وقت اخیر بسیارتر یعنی اگر خطا نکنم تای 1000 یا 3000 دیگه یعنی زاپروسا بود که برای منیجر در ساحه والبریز مثلا همه منیجر در کار همه مثلا چه بگم همه میخوام وارد شوم مثلا بعضی بیزنسمن هستن که سین سالشون رفتگی سین سالشون مثلا برای جای رسیدگی که نمیتونن چون که علم گرفته خوانده که کار کرده با کامپیوتر جورایی نمیتونن یکی نمیفهمم همین چیز در دنیا چیه کار میکنن و همین خاطر دوستان عزیز اینجا جایی بگیم همین مواجه کسی که همین کارا را یاد میگیره اینجا جای هنواه مثلا شما در کجایی باشین میتونین استراحت میتونین یکان رفته دبی را کجایی را نروید یعنی میتونین که در برابر دیگر کاراتون این کارا هم کنید وقت بیهوده صرف نکنید لازم چیکار مثلا بعضی زمان را میبینم یعنی کار نمیگیرم کار میکنم یعنی انتظار شدن میشنن که برای ما یک کار بودیم یا زده چکنی یک کار کنم نو بعضش هست که قدری وقت میدونن که وقت بین یاد سیترکیمت که هستش همین نیوز وقت خوب استفاده میبارن چکار میکنن اما وقت یک کاری خیلی چکار کنیم دالیون یکون کار یکون زکات رو میکنن یکون سیو میکنن یکون اسسو آیو میکنن از همین زکات میگیرن کار میکنن برای همین این جوی همه ما صحتی همیشه ما درست فهمیم درست کنیم خب میگذاریم قسمتی که یعنی ما هم را جمع کردیم در سوهای والبریز یعنی والبریز چیست برای چیست چی به محسوس والبریز دوستان عزیز والبریز یک پلتفرمی است که aynı حال بگیم در والبریز از اون در جهان یعنی توپ 10 گانه پلتفرم‌های سایت‌های شدن که توپ 10 گانه ده یعنی پاکلیست وری شدن داخل همین سایت استاتیستیکاش راستی цифроша کمی از یاد بروردم یعنی که در توپ 10 گانه قاعده یکم جو والبریز دیم جو از اون یعنی که 300 اینش از اینش تقریبا 400,000 استوار میکنه یعنی که این معنی را داره که امی والبریز
جهانی شدن اوزی قریب اومدگی که اوزی اینها بین‌المللی که هست اینه که آینده‌ی نزدیک شاید که جهانی شود همین خاطر ما چیکار میکنیم مخصوص در برای والبریس میفهمونیم و می‌آموزونیم و در همین ساحه برادرای توجی خواهرای توجی مادرای توجی که چیکار میکنیم در همین راه راست میکنیم یعنی میران این یک پلتفرم هست که البته بسیاری هایی که ما مقصد آموزاندیم یاد دادیم البته بسیار کارهای سیاه دست کشیدیم به این وقت خیلی خوشحال میشم که یک مسلمان یک برادر یک هموطن یک کار سیاه ما وجود کردیم یعنی اما مبلغی که برای آموختن برای همین چیزا وای جدا میکرد در دامی درس بعضیش الکم درس خونده بود کردند الکه در پرکتیکال همون سومی که برای درس بازدید کرده بود همون الکه کار میکرد و این خاطر این والبریس یک پلتفرم است که یعنی ما در همین درون همین سیستم که هستیم این در این باره بسیارتر معلومات داریم هر نوبانی میشود هم چیز میشود ما از همین چیز بخبر هستیم و چی میگن همون شاگردایی که داریم همه ما رو در این باره فقط آگاه میکنیم چت ها داریم مثلا در دورین چت ها وارد میشوند میفهمیم که اینجا ابنالینج است اینجا این کورس است اینجا این کورس است یعنی همه وقت از نوبانی به خبر است خب یعنی والبریس از چی عبارت است خب یکم برای داخل شدن در والبریس باید که ایپیتون رجیستراسیون کنید خب ایپی را که رجیستراسیون کردم چی در کنه برای ایپی را رجیستراسیون کردم یعنی налогообложение وقتی ایپی رجیستراسیون میکنین سیستم налогообложение را میگیرین حسین دخل یعنی 6% در بعضی رژیون ها هست که در اونجا 1% در آن فدراسیون روسیه در قزاقستان مثلا قزاقستان میشود کردن که در اونجا متاسفانه نالوگ از 13% بالا است وقتی نالوگ بالا شد یعنی شما конкурентоспособный وای نمیشین فروشنده نمیشین کنکورنت وقتی نالوگ ارزان بشه تاورش ارزان بیوای کنه یعنی وای میتونه قطعی با کس کنکورنت کنه یعنی که فایده بسیار گیره خب بعد یک نالوگ حسین دخل گرفتیم دین پونکت هست возможность دیگر کریتریا دیگرش یعنی انتخابی اکوید باید 47 نادیا گیرید یعنی اینترنت ترگول یعنی پشتوی بیزنس محتوای داره همین اکوید حتما گیرید بسیاری میرون در بابت یعنی نالوگ میرون گم زدن نمیتونم مثلا میرون نمیتونم چی بگن چی کنم پرسا میگه ایپیوی که وای کارمند نالوگ شده میزنم یک شایش ایپی را وقتی سر میکنه کارابای مثلا کارابایش میبره یعنی معلوم میشد که نه اکوید گرفتگی نه حسین هم انتخاب کردگی یعنی اوجه علاقه نالوگی 13% میشه دیدیم که از روی سیستم اوسنو یعنی که 13% زیاد میسپرد 22% میشه یا 18% میشه یعنی که در کدام رژیون در کجا چه غلطی باشد این خیلی بسیار میغلطن با همین خاطر دوستان عزیز ما یعنی توچکا بانک بای کردیم شرطنامه کردگی هستیم چیکار بگم اونجا فهمونده وقت جا افتادیم که ما اپراتور توجیک در کورایی که برای ما در همین سوال هستیم توجیک ما بسیار عذاب میکشن از شما خواهش میکنم یک متخصص یک اپراتور توجیک را انتخاب مثلا ما داریم کارگر بانک یعنی سیستم بانکی را خوب میفهمیم همیشه در بانک شما اپراتور مونیم که کار کنم با توجیک کمک رسیم وقتی هم متاسفانه ما نمیتوانیم ولی یک کارمندی مثلا کارمندی عادل برای ما جدا کردن یعنی او کارگر چیکار میکنه هر یک ظرفیت قبول میکنه هر یک کاری که میکنه و دیگه در کجایی که تنقیصی کشد یعنی از نومی کانال مثلا از نومی شرکتی مگر بودن و میگیرن به طور اتوماتیک جمع میدونن چی میخوان یعنی هم سیستم ها موجود تیار کرده میگیرن در مثلا در خود شفاف اکوید 47 اومده همه رو دبایر میکنن این دیگه یگان عذاب یگان مشقت تا تو نالوگو را هم یعنی اندازه را هم باید میکنن کمک میکنن میسپرن رسانشون کلاکی است نه هزار است در یک سال میتونید که با واسطه ما اندازه تون هم میسپرید نالوگو یعنی همین ما که در همین داخل این والبریس هستیم همه این صورت آمادگی دیگه هستیم تیار کردگیم برای چی برای برادرای توجیه یعنی اپا خواهر توجیه که بسیارتر هم کس میارم بسیاری آدمایی که از همین ویدیو شتا خوندگی هستن
اینا میگن ما آنالوگی تا میگم ما تصور نکردم یک تکیه کشیده میبینی در اصل یعنی که جو وقتی اینش میزنیم در هم میبینیم به خیلی آنالوگی استفاده میشه یعنی که تمام دیگه افراد انتخاب کردن سن دخواد انتخاب کردن است با همین خاطر همین خطاگیش کمک کنه وقتی انداز هم هست برای مجبوری بسپوری یکون باریند یکون روحی وای نیست که ای خلاص شد که گریزی با همین خاطر میسپوری شد بعد درش کار میکنه مثلا که ایپر محکم میکنه اثر نمیشه یا اینکه محکم شد که دیگه کار نمیکنه اگر دل مونده شد یکی هیچ وقت دل مونده نشد باید دست رفته کار کنه خب بعدی که رجیستراسیون کردن حجت‌های انداختن که گرفتن از کمیته انداز اجازه که اگر شما آنلاین یا که رفته در همینجا رجیستراسیون کنید پشت الکترونیک تون پیشنهاد میکنه اما روی پشت الکترونیک تون شما سرچ میبینید که این واش ایپ گاتو بوده روی تمام شما امروز میتونید که در واقع برید رجیستراسیون کنید رجیستراسیون در واقع برید راستی پولاکیه یعنی 10,000 روبل باز همین 10,000 روبل که وقت شما هنگام بخیرگیری از شما میگیرن یعنی همین وقت شما تاعتون دباید میکنید که کار میکنید شما را باز با طور بونوس برمیگردونن میتید یعنی شما میتونید رو در مثال محصولاتی که دباید کرده میخواید فروشه یعنی همون را میتونید که همچی بونوس رکلام کنید یعنی بونوس رکلام کنید مثال سرچتون نکردم 10,000 بونوس میشه اگر بونوس تون که بچید مثال سومی رکلام کنید داشته باشید شما میتونید که ای کارت خودتون اپلود کنید یعنی که داشته بروتان پرادیگت کنید یعنی در وقت یعنی سپوریدن ساز یعنی کیورکود در بعضی ادامه گرفتن کیورکود یعنی که پرکیزیت و اپلود میکنین استاد هم خیلی ساز برای که کیورکود هم شاید روبوتو یا اینکه مثلا تلگرام بوتو همین را چیکار کردن که وقتی آخر در همین سروری والبریس بین گاز نپسکر واسمون بود یعنی ما وقتی که آنالیز میکردیم یا موارد بسیار پروگرام‌های کاریش دیگه بسیار روبوتایی که یعنی که والبریس اتاکام میکنن برای اینفورماسیون گرفتن یا اون چه گرفتن با اون خاطر والبریس چه میکنه از پاس میکنه با اون خاطر اساسا همین را اپلاترا برای پرکوزیت کرده است خب وقتی که شما شده یعنی اپلات کرده کوشش کنید که از صورتی صوبی که مثلا اینینی اما اینینی ندام یعنی اگر توچکا بانک داشته باشه که زبر بانک داشته باشه کدام بانکی را که شما داره میتونه ایمو صورتی صوبش اپلات بکنه یک با کارت دیگه کس کردن نمیشه کردین شد کارت اون کس محکم شد مثلا در رازبیرات سوال میکنی یعنی جمعه سوال میکنی یعنی پولی بسیار آدم از این نیاز از دست رفته که یعنی خطاگی را نکنید در همین سال با دقت باشید خب در اینجا یعنی برند هایی که ما کار یعنی ما خودمون ساختگیم کار میکنیم با همینا یعنی اینا برند های ما هستن میتونین در آماده بینین بعدی که شما رجیستراسیون کردین روی قدم دیگر چی در پرست یعنی نام موندن در مگزینه یعنی وقتی که ما تولد میشیم که یک خب فرق نداره چی کاری باشه نباشه یعنی که اول آغاز میشد از نامونی مثل نام میمونی یعنی مگزین تون شما چیکار میکنید نام میمونی یعنی یک برند ما میکنید که برندی چیکار بودم یک نامی که خیلی خاطر آدم را بیستده خیلی نباشه برندی فرض کردیم تاور شاپ اینکه زویر شاپ اینکه چی میگم خیلی مونده آدمای بسیار آدمایی که میگن نزد ما موندگی نام خیلی خفا شاپ نام خیلی خفا شاپ موندگی یعنی بیشتر که زویر شاپ چی معنیش چیه زویر خرید یعنی اینجوری چی میشه الکی برای بسیار آدما پسند نمیاد برای اگر شما برند رفته در آینده با هم برنداتون کار کنید یعنی این خوبتر است چیم از نام هر برند یک نام بیمانی را موندنی که اون کاری چی را کردن یعنی این خوبتر است برند باز خاصیت دارد که وقتی شما فرض کردید محصولات هم میخرید یک شده یک جمعه رید مثلا یک کلیش خرید مثلا اینکه یک جا رفت در تنش یک جورای دیگه دید ایرا چون خریدی ایوال برید
و نمیگه که مثلا بدرو برا عزیز شو بذار شو بذار میبرم چیز یعنی چیز دخاطرش نمیست اینکه آرتیکلش مثلا 231 813 454 یعنی نه رقمه و هم دخاطرش نمیبینم یدین چیزی که مثلا در خاطر آدم میمونه این نام برند مگزین یعنی مثلا تصور کنید یعنی این برند رو چند آنالیز کرده بعد مدگی هستیم یعنی می برند باید یک باشه همین یک بار گفتنده уже مثلا بینش یعنی چشم باشه уже داید جویسته یک دیم برند باید چتا بیلیم باشه خونده شاوه مثلا یک خیلی آدم هم فرض کردیم خربون هستگه کیو قد نستگه این مقصد اگر ما در کار کردنی باشیم این برند و این کارو برای ما فایده نمیده برای خاطر دوستان عزیز برند باید سپیدن وقتی که خودتان در موفق شد برند یک کم که یک فرزند خود بدونید مثلا چون که برند آینده شما شما اگر برند پاتنت هات شما میتونید در اساس این برندتون уже کروسافتی میزنین یعنی که با نام برند اختیار میزنید تو تلفن هم بزنید میتونید که با نام برند اختیار میزنید چون ما هنگامی که داشته بودیم یعنی میشود که وقتی اگر از 100 دونه که 200 دونه تلفن زکاس کنی میتونن که یعنی هم برند خطا برندی که چیزی که خود معقوله ما میخواستیم مثلا تلفن تجکان سمارت بود یعنی اپراتیشکا هاش دیگ اکران مثلا کولت بود کولت بود یعنی کولت مثلا باتریش 5000 میلی آمپر تا دوز کدوم چیپو کدوم چینکو کدوم دچیکوی که مثلا در دوش مونده میشه نه هم امیرای استفاده کردن تایی دیگه ویتا 7 میلیون روبل میشه یعنی که در آن 7 میلیون روبل آکاز زکاز میکنی یعنی اون تلفن با نام خود میشه با برند خود میشه نو داکومنت نمیکنی این دای برند باید سرتیفیکات داشته باشی پاتنت داشته باشی هم همین جاتو پیشکش میکنی با برند شما یعنی که همسا برآورده میتونید خب قسم دیگه وقتی برند پیدا کنید شما باید روی بدونید که مغازین والبرز مثلا والبرز وقتی کار میکنید بدونید که چی میفروشید چی سودا میکنید چی کار را میکنید یعنی این خیلی آماده بینید یعنی این توارا مشکل بیابید یا خیلی نام است خودش علاقه سوداگر تاجر مثلا بیزنسمن یعنی میتونه که خودش همون باری خودشا بفروشه من در این چی توصیه میکنم یعنی هم ما میتونیم که در خودمون هست یعنی تاجر بودن یعنی بیزنسمن بودن هست در خودمون همون چرا باید بیزنس کنی که یعنی خوب میفهمیم یعنی در براش خوب چی میگم پانیتی داریم که یعنی همون چیزا وقتی فروش میکنید در یک مومنت هست که پرابلمو میشه مثلا ادزو مینویسن یعنی که سوال مینویسن که یعنی توارت مثلا کجلای روستایی خیلی وقتی نمیدونی در براش نه کانکرنت میکنی یعنی وقتی یکم کانکرنت روی کدایی یعنی وقتی آدم واسطه آنالیتیک ها کار میکنه توار انتخاب میکنه میبینه که یک محصولات علاقه 10,000 دونه فروخته که 100,000 دونه فروخته میلیون کار کردسته چیکار میکنه میگه یعنی توازن ما قطعی همین مدروم یعنی قطعی هم کانکریر میکنه نیا که اینجا یک راسو کرده بیزنسی باید اون که باشه که روی سر اقتصادی قطعی باید کمتر جمع‌تر هم کنه وقتی اما آدم تمام درجه را خستگیه یعنی داری بین چند قواق زرستگیه اون چند بین بار پیشگوی خورده دیگه یعنی این کارتش شاید که چند بار محکم شده روی شده این مسئله را به نظر گرفتن در کاری که بعد ما دباید میکنیم یک آنالیز میکنیم دباید میکنیم چی باید فروش دیسته همون نشده است یعنی اون خطاگیش اصلاح کردگی همون کردگی نیستیم به همین خاطر اگر شما تا دستاتان رو شدن تا این واد خوب یاد گرفتن تا همین نوزکیشان مغز هم سیر گرفتن باید که شما همون چیزی که خوب میدونید یک چیزی ارزان بیایم بزنید که شما چخل باشه یعنی که دسترس باشد برای که من بوده یکان خطاگی کنید یکان پرابلم هم شاید یکان چو شود با پولی کم مثلا همون شترک میشود یکان خطاگی میشود یکان نرخمانید یکان جو خطا میکنید وقتی خطا گشت تو به همون چیز کن اکتیرات مثلا خواهد برسگی بخارین روی کنیم برای که بسیار بچه ها هستن بارا میزنن مثلا خطاگی میکنن نرخ بجای نرخ مثلا سکیتکر مونن در جای نرخ سکیتکر هم میمونن مثلا بار 2,500 است خب وقتی سکیتکر هم میمونن مثلا میگه 50 خوی سکیتکرش کن 50 هم میمونن سرش میتن مثلا سخرانی میکنن
проверка кардам, да, вақт намебошад ки агар майна мекунад сарф меда ки уже буруш автоматӣ рафт. Но аз валберис дар ин бора камтарак тағйирот омадаги аст, карантин чен кардаги, яъне ки бина агар нархи шумо яъне аз 30% уже разница дорад, 30%, яъне бортона автоматик карантин цена намебарад. яъне инам бениҳоят маргумии хуб аст ки махсус барои селеро кардагианд ки шутоби селеро дигар насӯзанд, барое ки бениҳоят сӯхтанд, бениҳоят запросо шид, бениҳоят судебни ваё шид ки яъне ин бораи мо дар доли секунд 1000 дона, 2000 дона, 3000 дона бор яъне савдо шид. яъне валберис ҳамиса уже аллакай страховка кард, ҳамин системашам уже маргумиро ворид кард. мақсад товар интихоб кардем, боз баъдиҳо ҳаст вибор поставщика, яъне поставщик шумо аз ки мехаред, аз куҷо мехаред, чӣ кор мекунед, чӣ хел мекунед, яъне бояд поставщикои худтонам бидонед. яъне пеши даромадани валберис яъне ки вақти ворид шидед метавонед, агар шумо гапзан бошед, яъне битонед гап задан, битонед муомила кардан, метавонед назди поставщико равед, бигӯед ки ман масалан нами селер ҳастам, дар валберис магазин дорам, кор карда истодам. бошад агар биём ман қайта ҳамкорӣ мекунем, яки мода масалан қадар сум дорам, биқаша метавонам борум бите бо бохӯндашам метавонам. баъзеш розӣ мешаванд, баъзеш розӣ намешаванд. аз чӣ ҳисоб? яъне ки ма аз ҳами бисёри хизматҳои шустия баъзе бародарони мо аст ки мераванд ин поставщикоро меёбим, масалан қашон суҳбат мешаванд, мераванд вақти борам мегиранд, уже 100,000, 200,000, 500,000 мешавад, уже ба ҷо гирифта мегарданд. чун шид ва шид, на ин сумяти аст ки гирифтанаш осон, доданаш кина. масалан мегира уже аллакай кор мекунад, дигар намепорад шумо. масалан ман аз ҷумла бомерам поставщик дигар меқатӣ кор мекунад. вақте ҳамқорӣ кор мекунед, хубтараш накунед. вақте дар бизнес даромадед, чунки бизнес ин савдо тоҷирӣ касби пайғамбар аст, бояд ки хуб чикор бигӯм фаъол бошед, ҳалол кор кунед, тоза кор кунед ки ҳамин луқматон барои шумо ҳалол шавад. яъне ба фиреб агар шумо даромаданӣ бошед дахили валберис, хубтараш ин корро накунед. равед ҳамон коре ки барои худтон қулай аст, барои худтон мақсад мақбул аст дар ҷо. наметавонед каса фиреб карда ҳамонҷо да кор. масалан дар ин масъала ба фиребкорӣ дар тиҷорат даромадан мумкин нест. хуб якчанд намуд методи поиска аст, яъне метавонем мо чикор гуфтам, договор, шаҳрнома, предоплата, постоплата. ҳаминҷо як нозукӣ дорад ки қатъи ягон поставщик агар шумо як бор, ду бор, ёки се бор агар як бор бихаред, поставщик худаш аллакай медонад ки шумо чӣ қадар уже ҳамин кор да ҳамин савдода чӣ қадар фаъол ҳастед. аз ҳамин лиҳоз ва шумо худаш яъне як хел савдогар аст ки худаш пешниҳод мекунад ки бародари биё ман мақсадра қарз метавонам миса бисёр бигӣ барои камкам мегирӣ, шояд ки бучава ё конкуренти дигар бия бихара, масалан ту чикор кунӣ бебор монӣ. яъне хеле пешниҳодам мекунанд, чунки ҳаминҷо шогирдони мо ҳастанд ки аз як хел даже хитоӣ намефаҳманд, масалан русию хитоиро алаш карда гап мезананд, аллакай ҳамон баъзе бародарони моро даъват мекунанд, бор метавонанд бе сум, масалан гира пуш сумаро биёр бите тамом. бо ма пешак меояд ки бисёр бигӣ ки масалан зиён кас мехараш бо мемонӣ бебор. хуб яъне барои харид кардан дар ҳамин се бозори калон аст. якумаш масалан садовод аст, дуюмаш южноворот аст, сеюмаш таймское, яъне лубино. садовод омехта аст, ҳамаи чиза мешавад ёфта. мисол баъзе чиза аст ки шояд дар ҷои дефицит бошад, шояд баъзе чизош яъне бисёр бошад. бисёртар оптимум дар лубино аст, яъне касоне ки харид мекунанд либоса ё обув, мисол боз чӣ ёбад масалан даже электроникаам дар ҳамон лубино арзонтар аст. южни ворота бошад, рӯз ба фикрам ки бисёртар тарафи электроника гузашта истодааст, яъне ҳамаи электроника дар южни ворота ёфта мешавад. дар ҷамъ боз ҳамин барои маҳсулототон чӣ хел вақти шумо бизнесмен мешед, савдода мебароед, ҳамин бортон ё каса фурохта написад ки агар холӣ рӯш кунӣ, яъне харидор мебинад мегӯяд че гуфта бой мекунад, яъне отзиви паст мемонад, ягон як звезда мемонад, масалан бой мекунад. вақте шумо борро мефурӯшед, яъне ки дар ҳамин бозорҳо бо ҳастай ҷоҳое ки упаковка мешавад, ё коробка, ё ин ки ягон пакет, вакуумни пакет, дигар ҳама чиз дар ҷо фурӯхта мешавад.
یعنی از اونجا یعنی که وقتی شما بار میگیرین اتوماتیک پردومات کنین که یعنی اون چقدر پاکوفتا میکنین چقدر توار میدید میتونید که تو کلینت برای وقتی شما توار میدید دادن که ریتینگی کارتون دیگه میشه. خب غیر از صداوات باز هست بزرگی که یعنی تمام سویز داخلی میشن ازبکستان، قزاقستان، بلاروس یعنی از همینجا میتونید برو را گیرید. یعنی در بلاروس بسیار استثماراتی خیمیکات ها هستی میتونید در رفته شهرنامه کنید. یعنی اینا گل для мытья посуды, гель для мытья стиральной машины, там я галат все дора. یعنی مثلا در بلاروسی رفته همی اگر شما برند داشته باشین برند پاتین کرده باشین شما لبوی چی استحصال کرده میتونید لبوی کار کرده میتونید بعضی طرح هست که مینیمم وجود خطی میتونید همه را استحصال کنید با نام افتان با برند افتان این منطورش هم مثلا اگر شهر باز نشان میتونید یعنی میتونید از این بازار رو فرض کردیم در ازبکستان کردستان همین اسلوب دختن لباس یکی باز چه بود لباس های کودکانه یگان کوری که یگان چیزی مثلا برای دهانی داد یعنی در همین قزاقستان ازبکستان بین و از زیاد میتونید که از اونجا رفته همکاری ایجا میتونید که بجوین متاسفانه یگان سایت ازبکستان قزاقستان یگان سایت اکتر پلتفرم را نداریم که чтобы در تلگرامونه میگن که ورید همین سایت شاید یعنی در اونجا تایکاس کی نیست یعنی که دولت ها علاقه روسی را میفهمن شما را قطعی هم پاسافشکایی که در اونجا هستن روبارو صحبت کنید یعنی کارتون رنگ دیگر میگیره چیم ادالیان رو کار کردن. خب باز هسته مثال مانوی دیگر یعنی میشود که اینکه از ترکیه خرید کردن از کیتوی یعنی پلتفرمایی همه میدونم همه انسان زیاد میدونم علی بابا علی اکسپرس هوا پیندودا و مسات چی 16 شده یعنی که وقتی شما همین پلتفرم استفاده میبرین کمتر احتیاط باشین که چونکه در شخصا ما رفتیم خیلی در بین وقتی مثلا بین فروشنده و بین مثلا سوداگر در بین پاسرینیکا پیدا میشد مثلا قزاقستان هستن که ترکمنستان هستن زنگ میزنی مثلا میگه یک منش میگه همین بار ما در روی که یکم با بار خشود روی میکنم بعد این بار میگه ما در این بار روی که علاقه همون سوما خدید در یعنی مثلا مایکر روی کردن یعنی در یک شغل ما یکم مستفاد خوب روی کردن یعنی سودو با یک ساعت رسید یا وقتی بچی چه برو زیاده قدستان عزیز بخشی دوستان عزیز ترانسلیت ما قطع شد سبب تکنیکی است چه آموزسته؟ دوستان ندو دالی راید عذر زیاد دوستان عزیز نقصان‌های تکنیکی است خب برنامه‌شان دوستان عزیز عذر زیاد یعنی نقصان‌های تکنیکی است که من کارت کم بیش یعنی که هنگامی که بورا زکاز میکنن میبرن دین بورا جو علاقه دیگر بار میبرن یعنی که مایکر زکاز کرده یک مصفت خوب یعنی صفحه توضیح خوشو میبرن وقتی دین دو فرقه میبرن در اونجا علاقه رنگی دوکومنت میکنن این فرا فروختن نمیشه عضو دیزه بگیره با این خاطر
در این باره سخت احتیاط باشید وقتی شما خرید میکنید یعنی ویچتاشون بینید که نپریموی قطعا فروشنده کنید امکانیت شد روید خیلی خیلی دولت خوب است یعنی 100,000 یا 120,000 میتونه خراجات کنید رفته 10 روز گردیم بازگردیم دید انشاءالله ما در آینده نزدیک شاید ماه سپتامبر یا اکتبر یک کماند تشکیل میکنیم یعنی که کسایی که راضی باشن یک جوی هم قسم میریم جایی که ما گشتیم جایی که ما دیدیم همشون نشون میدیم یعنی تصور کنیم ما وقتی رفتیم توجیکو مهمانداری خیتایی را دیدیم نه چه مهمانداری میکنن یعنی چه بیان میکنن به نهایت خوب است وقتی قطعی پسش رو گرم میزنی صحبت میکنی و خودشون دعوت میکنن که بیا رویم یعنی کارخانه ما را بین از نزدیکی یعنی بین محصولات ما را یعنی صفتی کاری ما را کاربران چطور میکنن که با دعوت ما یک چند کارخانه رفتیم نه متاسفانه ویدیوشون رو نپرداختم یک ویشتی نتونستیم اصلا در بسیار مومنتو یعنی همه مشغول بودیم کامرا هم نکردیم بعضی جمعشا نتونستیم پاکتا بانم کتی بعضیشا پاکتیم بعضیشا نپاکتیم ولی که کدروی قوای نبود هست یعنی цехи که بای هستن چی میگن اسوسی هست یعنی цехи که میبرو را بسید کارخانه لیценزیون بای هست مثل نرخش صفتش همه چیش средняя нормальная اگر روی договор کنی یگان کمپانی چه کم میکنه یگان چه دیگر میکنه یگان محصولات اونایی که دخت لباس اونه نکی ارزانتر میکنه با شما میدید و بغیر از این هست مومنت دیگری که چیکار میکنن ادامه هست همون فابریکه را محصولاتش دوبلی راد میکنن دخانه‌شون صادرات میکنه که یک مینی цех کردگه فرض کردیم ما همین کسمتیک خطیبشو سرگردان بودیم این همه کسمتیک را در خونه صادرات میکنه چند برابر نسبت به شرکت ارزان میکنه نه صفت نداره بودم اگر کسمتیک را دروش کنه شاید که بمبراده نکی به هر حال خوب است مصد رفته از پیش بیاین فابریکه را کار کنه همین بینیده همین روی آدم یعنی که میاد در چشم میگه همین گرد قطعا راست وقتی میاد تکستشفه از پیش صحبت میکنه گرد میزنه همین کارتون تمام دیگر خیل آوت میگه دیگر خیل کار میکنه با همین خاطر فقط همین گپی من که رفته با پستشفه اختان صحبت کنه چه همون کس نکنه برای که چه همون کس کردید علاقه ما با این بگه 5 بود 10 بود 100 بود یعنی که برای خودش کمک کار میکنه خب بعدی که مثلا در وجود محصولات یافتیم توار یافتیم همه چیزا که یافتیم وجود ما علاقه قسم دیگر رو میگذاریم ساختانی کارتشکا توار یعنی چیزی که در بزرگ جا میگیریم ویترین رو میسازیم شده به کلندیا ورید مغازین ما شاید محصولات ما رو بخره دوال برسن هم قاعده است یعنی که وقتی وجود شما میدونید داخل این سیستم میشه شما باید که علاقه ویترین رو بسازید در اینجا بسیار امکاناتی هست چلی که گفتم صورت در بالا گفتم یا هم کسی میتونه صورتتون رو خشو میکنه یعنی ختون نکنید ختون گفتی اپو کشش وقتونه در یک خواندن یک کتاب مثلا صورتی را که یک از نمیتونه مثلا میکنه در آن وقت ممکن یک 3 صفحه کتاب کنیم و برای شما منفعتی خوبتر میاره چیم از مثلا شته یا صورت کرده اگر بودجت نباشه مرحمت ختون مثلا بتونن اگر خوبتر تستر کردن برایشون باز خوبتر بهتر میشه خب یعنی در اینجا در بابت صورت یعنی میگه یک بایماندگی هستم در یوتیوب یعنی چه صورت باید کدام راز میبوشد چه باشد یعنی این خیلی فروخته میشد نمیشد یعنی هم همین را در همین پریزنتاسیا یعنی که ویدیو را نصیب شد با میپرتون در تلگرام و دعوی یعنی میدونیم میبینی انشاءالله که خب بعدی که کارتا را ساختنش اکثر کردیم یعنی کارتا پروستا تاک ساختن نمیشه بدون مثال باتری اتوماتیک پر کنیم مثلا جشتری یعنی اون رو انالیز کردن که سیاه کردن در کار کاراکتریستیکش چک کردن در اپسنش چک کردن از کجا گفتن در همه این را ما یعنی توصیه میتیم یعنی امپستاز یکی از بهترین پروداکتی هست که مثل پارتنری وال برساست یعنی در همونجا میتونید با وسیله امپستاز همه برای کارتاتون رو بسازین به این همیشه به امپستاز همیشه مثال اگر
قابلیت خریدن این پروگرام نداشته باشه، یعنی ما در درس میفهمیم چه به این پیست است، یعنی چیکار کرده کارتا را بسازیم کنیم. بسیار مومنتی است که بسیار پلاشتکار است که به پول وای میکنه، به پول همه وای را با شما میتردیم انشاءالله، یعنی همه را انشاءالله که میفهمم در آینده. خب یعنی همین پاستافکویی که در والورس است دو نمود است. وقتی شما والورس کار میکنین، اگر شما سکلاد داشته باشین، خانه داشته باشین، بزرگ باشین، یعنی شما میتونین پاستافکا کنین، یعنی با واسطه فبیزین خانه خودتون سودا کنین، از سکلاد خودتون سودا کنین. این زکاس کنین میگیرید مارکت میکنین، پاکوتا میکنین، شما میبینید طرفتون یکون دیفکت نداره یا کاملی نداره، کشو پاکوتا کردن میبره سکلادی والورس میتید. یعنی همین مسئله در یک مومنتی حضور شده که aynı hol az pişt yani marketplace ها در بزرگو در همین بزرگویی که هسته یعنی من مثلا پرست شما یک سوال میکنیم بیننده همتون رفتن ترگوی سنترو میره مثلا اشان میگا و کمپلکسوی که مثلا هستن ترگوی سنترو یعنی وری اونها میشه یعنی بینید در همونجا نسبتی 5 سال پیش بگیریم اگر 3 سال پیش بگیریم آدم خیلی کم شده طبق استاتستیکا یعنی 35% آدم مثلا 35% خریداران خود رو یعنی هم پاشات‌ها گم کردن اما 35% داخل همین سیستمی والورس یاندکس آزون مگا مارکت داخل همینا شده هستند. به همین خاطر علاقه بسیاری ترگوی سنترو بسیاری ویا روی قسمی محکم کنید در آرندوشون پاس کردگم بسیار جوای کردگم نه که بعضی مثلا همون صداات بینا اینا پاس نکردن اینا نه خبر داشته دیگر کارو کردن برای همین یعنی این معنی رو دارد که آینده سال جو پکلینی که بعد بازار میرفت میخریدن فرض کردیم نسیم سال ما در دیگه ما آدمایی که هستیم بازار رفته تار میبینیم اینجاش خیلی مثلا دتنا میشه نمیشه واسط یعنی ماتریال هم چه پیش میخریدیم بعد میخریدیم یعنی هم پکلین علاقه اساسا کم شده است برای چی اون به حیات گفت یا بسیارش از دنیا میگذارن بسیارش علاقه شاید که روی پریخود میکنن دوای میکنن با همین خاطر بسیاریو از بازارهای الکترونیک شدن برای از مارکتپلیس های شدن برای شاید که اساسا باز کم شد. دیم پاستافکا است فیبیوش چی خاصیت داره وقتی شما بسیاری باید سر گشت میکنیم مثلا وقتی امکانیتی کار کردن که مثلا بشین پاکوفا کنیم مثلا کنیم عرض بودن ده این ادوبنی ترک است یعنی فیبیو میکنیم باروتا همش مثلا رفته در سکلاد مثلا شما از قفای رکلام و دیگر کارا میشه یعنی که والورس خودش از سکلاد خودش شروع میکنم با خریداران یعنی این هم یک возможности خوب است برای آدمانی که ما والورس ما رو چی وادار کردیم من والورس درس بودم ما هم سیفا مثال بسیارش مسکا میرفتم میامدن یعنی که از کلی اول با خبر که بودم یک مومنت دیگه تویستون دیگه سرشای باها میامدن تا زمستون کار نکردن خود استرویکاس خود یکان کاری جسمانی است مثل نام بسته در کجای بود یعنی کار میکردن تا سرشای خونیکی سر میشید روزه موی اکتیابر نویابر میشید روزه مثلا بار میگشتن با وطن یعنی وقتی می اومدن یک سومایی که کار کردگن یا ذخیره کردگن هم رو مایده میخوردن اولی رفتنشون چلا مثلا سوم که بسیار دارن تشکیلی بزرگ گوسفند کشی و مهمونی سوسه بعد اساسا وجه سوم کم میشید در آخر تا اومدن شد تا مای مثلا فوریه مارت وجه سوم کم میشید بعضی ها قرض میگرفتن میومدن بعضیش مثلا موسمی که موندگن هم دا بلد نگرفتن میومدن وای سرکه کار میکردن یعنی همی سیرکولیت همه حیاتشون هم خیلی بود یعنی من دیدم که علاقه سین سولی و رفته شده است نه که وایو یگان پرسپکتیو در همین کارشون نمیکنن یگان پیشایی نمیکنن فقط همین عمر جوانی خودشون همجا مثلا اومدن رفتن یعنی که خودن یعنی نه مگزین میکشن نه یا بیزنس میکنن نه یگان سفر بیزنسی را در همینجا بیوان که مثلا همین کار بکنن روان در تاجیکستان یعنی که استراحت کنن سوم مادام میگیره یعنی والورس همین وزمون استمیت تصور کنید وقتی شما میکشوید والورس در مثل یاد گرفتگی کار میکنید
برای خیلی میکنیم میریم مثلا تلفن چند طریق کوین دام میگیریم جا اوجه فقط نظارات مثلا رکلام میکنیم بعد دیجی میکنیم نگاه میکنیم استاتکم بود نشده است بود چی دست مثلا همین نظارات میکنیم تمام دیگه اون طرفش شما علاقه میدونید که هر هفته واجبه که شما چی سوم بیاد من با همین خاطر یعنی همین چیز ما رو وجود کرد که همین آموزوندنی همین باید میرسه برای مردم توجیک یک راه بالادی کنیم که کسی را از روی میکند کسی باشد کسی میخونه کسی یاد میگیرد کوشش کنیم دربارشان باشیم یعنی همسا یاد بکنیم کار کنن یعنی زندگیشون ضرر باشد دیگر کنن که فقط این گفتی گپای اما بوده که من که بگونه جواباتن زنم میکنم برای مقصد جامعه دیم با مقصد کار باید همون کار کنیم که همون کار سون بیویم که دیگر تکرارا ناییم یعنی اونجا مثال در وطن باید خودمون بقوت کنیم مثال ذخیره کنیم یکم بیزنس کنیم یکم زمین گیریم دهقانی کنیم که یکم کار کردن در کار خواست که خیلی که گفتم که بگونه اینجا واقعا زنم میکنم خب punkt دیگر است رکلام پرودوژن مثال رکلام پرودوژن چی خاصیت داره یعنی وقتی شما کار ساخت سئو کردید اسکادا بودید اونجا استفاده کردید یعنی همین قسمش یعنی رکلام میکنید براتون شما میتونید با واسطه فرض کردیم بنوت می خودی همون باید برس رکلام کنید مثلا اونجا داره پلتفرمی که میشه که با واسطه همون رکلام کرده هسته که ونشنی رکلام یعنی در تلگرام کانال ها در یاندکس دایرکت در یاندکس بیزنس در گوگل تندنس مثلا در همین پلتفرم هست که شما میتونید در اونجا رکلام بیرون کنید در پیش این چیزای جزئیات نباید یعنی در رکلام کردن این جزئیات رو بگید با غیر از این هست رکلام بلاگ یعنی شما میتونید رکلام در یک بلاگ خریداری کنید بلاگر در مثلا ارتیکل کار کنید یعنی وای اگر سوم میگیره که محصولات روش میگیره سوم هم باید متنشن میگیره باید رکلامتون میکنه یعنی هم یک نوعی پرودوژن رکلام یک چیست که رکلام در زبان روسی میگن ایتا دیوژور بیزنس هست خب یعنی با همی وای ما پرزنتاسیون ما تمام شد دوستان عزیز من با شما باز وای نشون میدم خب یعنی در حال بریز اویدی طرفه هایی که ما درس میتیم نقشنامه درسمون با شما پیشکش میکنم یعنی که ما همه درس را می‌آموزونیم با توجیهمان هموطنان خون یعنی که نرخ درس ما اگر در اکران یوتیوب بینیم خب ما منیجر کردگیم یعنی درس منیجر ما دیگه منیجر چقدر درباره منیجر میگم منیجر با کیها راست می‌آلتد منیجر با کی راست می‌آلتد شخصانی که فرض کردیم در وای هستن در تاجیکستان هستن بچه بالایت خیلی زیاد هستن خیلی میدونیم که در همین سفر در همین اسپر مثلا وقتی باید میکنیم در همین سفر کامپیوتر پروگرامیستی دیگر کارها متخصص خیلی زیاد هستن همین نقطه در یک تاکسی شدیم یک جور رفتیم یعنی بچه ها که توجیه و دانشجوی تکنولوژی تمام کرده پروگرامیستی بین خب و متاسفانه در تاکسی کار میکنه یعنی برای اون یک کاری است که مثلا در این وال بریست میتونی که کاری اساسی تنها پاته تو یک برخورد شدن یعنی کار کنی یعنی کلوت فیس آورد فیس میتونی که کورا با وال بریست بزنی تو با همین لحاظ یعنی منیجر رو برای کسانی که در تاجیکستان هستن مثلا دارن همین کم ترک زنانی کامپیوتر داشته کم ترک درباره بیزنس معلومات داشته باشی آسانه وادرس نیست یعنی یادگیری این چیز آسانه وقتی که جوانی باشه وقتی که گفتیابا تل باشه وقتی که موتیواسیون باشه یعنی آسانه شما مثلا منیجری میکنید یک مغازه 2 مغازه 10 مغازه چه مغازه‌ای که با شما راست اومد از روی اینترنت از روی فایل کوریتن از روی هنرتون چند قریب اینترنت کشید یعنی همون شما زیاد کار کردن میتونید یعنی هم چیزی که در بالا گفتم دالیان کارها هستن در فریلنس در چیزی در خیرو در خبر یعنی در همونجا یعنی همون منیجر بسیار طلب میکنه بسیار آدم منیجر داره خب یعنی ما هم درس کردیم 35,000
онлайн бошад, онлайн, яъне ки дарси онлайни мо ҳам боварӣ дорем ки яъне мутахассисони мо ҳам дарса кардагиянд ки барои одамо ягон савол пайдо намешавад. Яъне метавонем ки онлайнирам гирем, ишам дар куҷое боше набоше, дар университетам боше, дар куҷое боше набоше, яъне ки ҳамин платформа ба шумо ҳамин дарсҳоро онлайн медиа шумо медироед, яъне кор мекунед. Хоб офлайн, яъне офлайнш чи аст? Яъне офлайн омада дар ҳамин офиси мо, яъне ҳамин дарсҳоро меомӯзед. мо шуморо ба ҳамаи чӣ, яъне рӯбарӯ шуда ёд медиҳем, мефаҳмонем чӣ саволи бошад, дар ҳаминҷо дарс бошад, савол-ҷавоб мекунем. Инаш офлайн аст, яъне ки дар инҷа дар поён ҳамаша дар ҳамин агар ҳисоб бошем, яъне ҳамаша ҷобаҷо карда мондагием. Боз ҳаст дарси наставникӣ. Наставникӣ як ба як масъал қатъи куратор дарс мегзарад. Ям барои одамое ки чиқадр гузашта бовар надоранд ки ман совет мегирам, наставникӣ мегирам. Хоб яъне агар ҳамин одамизод худаш ки хоҳад, желание бошад, шарти дошта бошад, метавонад ки ҳамин маълумотро аз любой ҷо пайдо карда хонад. Боз мегӯям, яъне ки мақсади мо ҳамин аст ки тоҷико зиёдтар ҳамин корро ёд гиранд. Навобаста дар мо мехонем, дар ягон ҷои дигар мехонем, ҳамин курси Валдбергса, бояд ки сидқаам хонем, бояд ки хуб гӯш кунем, бояд ки ёд гиред. Мақсад аз яъне ки ёд гиред ҳаёти худтонро, яъне ки чизе ки дар ман қайд кардам, вақте шумо муваффақ мешавед, аз худтон миннатдор мешавед. Вақте муваффақ намешавед, яке аз дигарак нагоҳ мекунед ки мисол алиф фалонӣ гуфтӣ ман нашидам. Агар ҳамин шумо дар зиндагитон бодиққат бошед, хуб аҳамият таъмин дарсҳои ҳамин корра, яъне ин барои шумо бениҳоят фоидаи хуб меорад. дӯстони азиз, хоб дар инҷа чизе ки ваъда кардам, якум сюрпризи ман, яъне касоне ки ҳамин дарса то охира гӯш карданд, лайк карданд, хоб барои онҳо мақсад ҳамин сюрпризе. Дарси менеҷерӣ, яъне 35,000 не 30,000 мисол, яъне ира чиқадр то чандум числоро ирозу мефаҳмонам, яъне дарси онлайни 60,000, хоб скидкаш кардем 55,000 касое ки мисол аксия барин кардем ша, касое ки офлайн мехоҳанд, офлайни яъне 77,000 гирифтем, 69,900 кардагем. Наставникӣ 150,000, 130,000 кардагем. дӯстони азиз, хоб яъне бинед ба касе кадом тарафаи маъқул аст, ба рақамҳои 926 926 1946 занг мезанед. Яъне ин аксияра мо ҳамин дарса ҳамин нархе ки мақсад аксия мондагӣ ҳастам, ҳаминро то рӯзи 20 мая мемонад. Яъне ҳамин нарх то рӯзи 20 мая аст. яъне ҳамин тарафҳо дар ҳамин ҷо фаҳмондагӣ аст. боз ҳамин видео агар дар инҷа нашида бошед, яъне ки мо ҳамин силкаи видеоро дар телеграм канал мепахмем иншоаллоҳ. хоб мегзарем, агар бачаҳо лайк нанагар, мегзарем қисми савол-ҷавоб. Хоб шаҳноза, ягон гуфтанӣ дорем? устод, ростигап шумо ҳам гапа гуфтед, дар инҷа бисёртар савол мешавад ки вақте ки мо дар Валдбергс мебироем, мактаб продажа намешавад. Мақсад ин продажа ай чанд таълум ай сабаб ай мода продажа мешавад. Ҳисоби ки аввало продвижение намекунем, бисёриҳо мегӯянд ки